سلام دوستان عزیز، میخوایم که بافت این گل خوشگل داشته باشیم که اسمش از گل دیزی و میتونید تو هر رنگی که دوست داشته باشین این گل رو ببافین. من از رنگ سفید و آبی استفاده کردم برای بافت این گل که در ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و در حلقه جادویی 6 پای کوتاه باید داشته باشیم. بعد از اینکه 6 تا پای کوتاه رو زدیم، در اولین پایه دوباره پای کوتاه میزنیم و رج دوم رو با پای کوتاه شروع میکنیم و تا انتها ما باید 12 تا پای کوتاه داشته باشیم، یعنی تو هر پایه 2 پایه میزنیم، یعنی افزایش میدیم اون پایه رو. وقتی که دو رج رنگ اولمون رو بافتیم که اون دو رج برای پرچم گلمون هست، برای تغییر رنگ یک پایه رو انتخاب میکنیم و کاموی قبلی رو هم که قیچی کردیم 3 تا زنجیر میزنیم و در پایه بعدی 4 تا پایه سوپ باید بزنیم. پایه سوپ به این صورت هست که شما باید کاموا رو 2 بار دور قلاب بپیچید، 1 بار از 2 تا حلقه اول، دفعه دوم از 2 تا حلقه دوم و دفعه سوم از 2 تا حلقه سوم رد کنیم. بعد از اینکه 4 تا پایه سوپ رو ما بافتیم، درون پایه 3 تا زنجیر میزنیم و در پایه بعدی 1 پایه بست میزنیم. ما باید به طور کلی این 3 زنجیر، 4 تا پای سوپل و 3 تا زنجیر و پای بست و حلقه بعدی رو 5 بار دیگه تکرار کنیم تا تعداد گلبرگ‌های گلمون به 6 تا برسه. و در آخر هم که کارمون تمام شد و 6 تا گلبرگ رو بافتیم و تمیزکاری این کار رو انجام بدیم که به همین صورتی که مشاهده میکنید در ویدیو باید نخ رو در خود کار ما مخفی کنیم. از این گل شما خیلی جاها میتونید استفاده کنید، مثل تزیین وسایلی که میخواید هدیه بدین، مثل بوکمارک، مثل آویز کیف که من توی آموزش‌های بعدی استفاده بیشتر این گل رو براتون آموزشش رو میذارم. ممنون از سابسکرایبتون.